السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با یک چند سوال ها جواب میگوییم. میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر یک سوال جواب میگفتید ضرور است بسیار. بسیاری هم میگن تا حج رفتن یک کم بیزات یاردم کنی حجت قبول میشه. همین رو جواب گویی. بسیار آدم ها برای همین گپ بحث میکنن. من میگم نمیشه و ها میگم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، انسان روز قیامت برای اجرا نکردن فرضها در پیشگاه پروردگار جواب میدهد. کسی اگر زکات نمیدهد این گناه کبیره است، در پیشگاه الله تعالی جواب میدهد. لیکن غیر زکات دیگر صدقه های نافله او نافله هست، مستحب است. کسی که خیر میکند ثواب میره، کسی که خیر نمیکند مادامی که زکات را داده است گناهکار نمیشود. کدام انسانی که برای او حج فرض شده باشد او باید حج رود. بله، اگر زکاتش را باید در وقتش دهد، اون مسئله زکات علاهیده هست. لیکن این خیلی گپ نادرست است که اگر به همسایه ها به یار و دوستا خیر کند بعد رود. حج که فرض شد باید حج را اجرا کند. حضرت عمر رضی الله عنه به امیرهای شهر و ناحیه ها مکتوب کردند که ببینید کدام انسان هایی که در شهر و ناحیه‌تان قرار دارند قدرت حج رفتن دارند و حج نمی روند، اضربوا علیهم الجزیه ما هم بمسلمین ما هم بمسلمین. گفتن از آنها جزیه گیرید. گفتن جزیه اصلش از کافرها گرفته میشه، آنها مسلمان نیستن، آنها مسلمان نیستن. حضرت عمر سخت میگرفتن. مقصد به حج روید، مادامی که امکانیت دارید روید و این بهانه ها را پسی سر کنید. سلام علیکم. علیکم السلام. رنگ کردن موی درست می باشد؟ رنگ کردن موی درست است به شرطی که سیاه نباشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند موی این موی سفید را رنگ کنید. پدری حضرت ابوبکر مویهای و ریشهاش سفید بود. وقتی که اسلام قبول کرد و به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، گفتند که موی سفید را سر و رویش را، مقصد مویهایش را رنگ کنید و جنبوه السواد، از رنگ سیاه دور ایستید. گفتم رنگ سیاه درست نیست. دو بار شد می نویسم در سوالم جواب نمیگیرم. من در غریب در یک فرم کار میکنم. شیفمون بیاید جنگ یا حقارت کنه، برگدیرمون میگوید بابای ایشان آمد دعا و فاتحه کرد رفت. گناهکار نمیشود به همین گپش؟ همین سوال بسیار دادند واقعا. یعنی یک راهبری روس یک کافر می آمده است، مسلمان های حقارت میکنه در جای کار، می رود بعد برگدیری تاجیک میگوید که بابای ایشان آمد دعای فاتحه داد رفت. این گناهکار میشه. این اولش این که بابای ایشان نیست، دومش این که حقارت او رو به دعا که عبادت است. الدعا هو العباده، دعا عبادت است، به دعا تشبیه کردن این خطر عظیم دارد. میدانیم که مقصد غالبا برای خنداندن دیگرها میگوید، لیکن عمل نادرست است، گناه کبیره است، احتمال کافر شدنش هست. به این گپ نگویید. این خیلی شوخی های در دین رو در شوخی ها آمیخته نکنید. شوخی هم کردید شوخی با راست باشد. شوخی هم اگر به شوخی های پیامبر صلی الله علیه و سلم تأمل کنیم، با نظر عبرت نگاه کنیم، شوخی های پیامبر صلی الله علیه و سلم با کودکان، با زنها، با شخصان ضعیف شوخی میکردند به خاطر قلب آنها را گرم کردن، تسلیه دادن. اما هیچگاه با حضرت ابوبکر یا با حضرت عمر شوخی نکردند. اگرچه حضرت عمر 13 سال از پیامبر صلی الله علیه و سلم خرد بودند، حضرت ابوبکر 2 سال خرد بودند، لیکن اینها شخصیت های بزرگ بودند، با اینها شوخی نکردند. خب اکا جان در مدینه مدرسه چطور داخل می شوند؟ چند سال رو قبول می کنند؟ اکا جان می فرمایید هم می خواهیم در مدرسه داخل شیم. به طریق آنلاین به دانشگاه عالی اسلامی مدینه منوره مکتوب های خود و حجت های خود رو می سپارید، ان شاء الله که قبول میشه. جزاک الله خیرم برادر. یک سوال در نماز جماعت قامت میگن قطعی صلاح، قامت صلاح یا قامت صلات گوییم، کدامش درست است؟
قد قامت الصلاة، اگر دو قد قامت الصلاة به هم دیگر پیوست کردنی باشد قد قامت الصلاة درست است. اگر ایستادنی باشد قد قامت الصلاة گفته میشد. یعنی این آخری کلمه صلات ت دارد. اگر سکون کردنی باشد ه قرائت میکنید، اگر پیوست میکرده باشید ت قرائت کرده میشد. یعنی هر دوش هم درست است. صلات هم درست است، صلاح هم درست است. خب بسیار میخواستم بر سوال من جواب دهی. شخصی که گفتی مردم نرماده، یعنی هم جنسی مردانه و هم زنانه دارد، از دنیا گذرد، کیو را غسل میدارد؟ مرد غسل میدارد یا زن؟ التماس جوابی سوال من انتظارم. این شخص در اصطلاح شریعت خنثا نامیده میشود. شخصی که هم عضوهای مردانه دارد و هم عضوهای زنانه. اصلا الله تعالی انسان ها رو دو خیل آفریده است، مرد و زن. سیوم جنس نیست. بنابراین هر یک شخصی که در نظر ما خنثا میتواند او یا مرد است یا زن. بنابراین دکترها، طبیبها رو مشخص میکنند. اعضایی که اضافگی هست آن را جراحی کردنش درست است، بریده پرتافتنش درست است. مثلا اول پیشاب از عضو مردانگی آمد، این مرد است. از زنانه آمد، زن است. همین خیلی قانون و قاعده های خود را دارد که به واسطه همین مرد و زن را جدا میکنه. علل خصوص در زمانه ما ترقیات علمی طب شده است و اعضاهای داخلی مرد و زن را هم میسنجند و خلاصه میبرند که مرد است یا زن. بعد اجازت است که اعضاهای اضافگی را برند. فقط در کتاب ها خنثای مشکل هست. خنثای مشکل شخصی که نه مرد بودنش را معین کرده میتوانند نه زن بودنش را. در این صورت اگر وفات کند برای او تیمم کنانیده میشود. او را کسی نمیشود، نه مرد میشود نه زن. تیمم کنانیده میشود و همین گونه دفن کرده میشود و این چنین شوهر هم نمیکند، خانه‌دار هم نمیشود تا مادامی که اشکال او از بین رود. یعنی تحقیق کرده شود که این مرد است یا زن. اگر مرد باشد بعد زن به زنی میگیره، اگر زن باشد به شوهر داده میشه. الله اعلم. خب برادر اگر کل باشد چی؟ مثال موه داره گره میزند سرش را، آدمان کل را چگونه ناکام میکرده باشه ابلیس؟ عذر زیاد اگر زیاده روی کرده باشم. این در زیر حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که وقتی که انسان خواب میکند شیطان آمده بر قفای سرش 3 بند میبندد. این شرط نیست که انسان موی دارد یا موی ندارد. این مثال های معنوی هست. یعنی شیطان آمده بر پشت انسان 3 بند میبندند تا وقتی که انسان سحر خیست و ذکر الله کرد یک بند کشوده میشه، طهارت کرد یک بند دیگر کشوده میشه، نماز خواند یک بند دیگر کشوده میشه و آن روز بردم و با غیرت از خواب میخیزد. اگر همین کارها رو نکند یک انسان تنبل و با یک نفس طبیعتی خیره بیدار میشه. در زیر همین حدیث همین سوال نوشتیم. مقصد اگر مو نداشته باشدم همین گونه شیطان بر پشت سرش 3 بند میبیند. شرط نیست که مو داشته باشد. خب سلام علیکم. من یک سوال داشتم. جایز است که با یک زن نصرانی یک مسلمان نکاح مسلمانی کند اما این زن از اروپا می باشد، نمیخواهد دین اسلام را قبول کند؟ و علیکم السلام. اگر زن نصرانی باشد اجازت است که شخص مسلمان او را خانه‌دار شود. شرط نیست که او اسلام قبول کند. یعنی نصرانی و یهودیت را الله تعالی در سوره مائده صراحتاً اجازت داده است. فقط همون شرط هایی که در دخترهای مسلمان ها از در آنها هم باشد. دختری مسلمان اگر زناکار باشد نمیشد گرفته. همین گونه نصرانی هم، یعنی محصنه باشد، از زنا پاک باشد، گرفتنش درست است. بعد
وقتی که شما زندگی میکنید اخلاق شما رو میبیند، عبادت شما رو میبیند، آهسته در طول زندگی شما سبب میشید که او اسلام قبول کنه. اگر اسلام قبول نکند هم نکاح شما درست است. سلام علیکم حضرت، ما تاجیک بچه ها در یوژنی کره کار میکنیم، گوشت روی میکنن، به ما در همان گوشت ها پیچه دارند، به فارسی حلال نوشتگی هستند و نوشتگی هست الاسلامی جواب میگردانید. و علیکم السلام. در بعضی کشورها، در کشورهای اروپا، بعضی متخصص ها و بعضی شخصیت ها را پرسان شدیم که واقعا حلالی که می نویسند دروغ نیست، حلال است و همان مهرهای حلال از نزد بعضی گوییم جماعت های اسلامی در همان شهرها تصدیق شده است. یعنی آمده همان کارخانه ای که گوشت ذبح می کند آمده سنجیده هستند و بعد سنجیدن با آنها اجازه دادند که با نام حلال یعنی که ذبح کنید و توصیه دادند. همین گونه اگر یعنی مرکزهای اسلامی باشد در کره و همین نوعی مهرهایی که حلال دارد تصدیق کنند که بله همین از نظر گذشته است، یعنی می توانید از همین گوشت ها خورید، گفته اگر فتوا دهند طبق فتوای آنها عمل کرده می شود. لیکن اگر شبهناک باشد خوب است که مقصد از آن قصاب هایی که باوری دارید و طبق شریعت ذبح میکنند از آنها خوردن از شک و شبهه بیرون میبرید. الله اعلم. خب داملا احترامانه برای بار دیگر خواهش دارم که در مسئله نکاح زن اکا یا اوکا ینگه با دلیل های صحیح برنامه کنید، برای آنکه از عالم های دین جواب ها گوناگون است. انتظاریم. مردم مهاجر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر برادر شما از دنیا گذشت، دادر شما از دنیا گذشت و همسرش از عده برآمد، 4 ماه و 10 روز عده نشست، شما می توانید ینگه خود را خانه‌دار شوید، هیچ باکی ندارد. یا طلاق داد بعد گذشتن عدهش، بعد پاک شدن 3 مراتب حیض دیده پاکی شد، یعنی شریعت حرام نکرده است خانه‌دار شدن ینگه را. خیلی منتظر میشیم که همین ویدیو پیشنهاد کنیم که باید مردک فهمد خودش هم فرزند دارد، خواهر دارد، اما ناحرمتی به غریب دختر میکنن. همین میفهمید. بله پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که یه مرد آمده گفت که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من اجازت دهید که من زنا کنم، من همه اسلام را، فرموده های اسلام را اجرا میکنم غیر زنا. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم اترضاه لامک، آیا برای مادرت راضی میشوی که مردم با مادری تو زنا کنن؟ گفت نه. با خواهرت، با دخترت راضی میشوی؟ گفت نه. همین گونه مردم هم راضی نمیشوند. گفت یعنی انسان با همراهی دیگر برادران و خواهران مسلمان چنان معامله کند که خود میخواهد که با همان معامله کرده شود. شما میخواهید که نسبت خواهری شما، دختری شما مردم بی آدابی کنند، بی حرمتی کنند، علل خصوص در غریب به جای دستگیری کردن یک خواهر مسلمان، به جای مثلا حمایه کردن خواهر مسلمان شما آمده خواهر مسلمان را اذیت میدهید، گناه کبیره است. پرهیز کنید. میگویند خانه‌دار شدن با یک زن، سپس معلوم گشت که او بت پرست بوده است. آیا نکاح ما درست است یا نه؟ نکاح شما نادرست است. برای آنکه برای انسان، برای شخص مسلمان نکاحی بت پرست بی دین اجازت نیست. انسان فقط 3 نوع زنها را خانه‌دار شده میتواند: مسلمان، یهودی و نصرانی. دیگر نوع زنها را بت پرست، بی دین یا دیگر تمام انواع مشرک ها و کافرها نکاحش نادرست است. نکاح شما نادرست است. شما دیگر دختری مسلمان جویید. والله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.